خدا شکر. بریم داستان نو شدنه و سال همین که بتونیم تو این نو شدن زندگیامون نو بشه، اخلاقامون نو بشه و ما هم نو بشیم و گذشته رها بکنیم و زندگی جدیدی رو شروع بکنیم. شروع جدید و به گذشته نگاه نکنیم. پیام امروز در مورد نو شدن در است و چیکار بکنم نو بشم، گذشتم تغییر پیدا بکنم. من داستان زن لوط رو دارم از پیدایش 19. البته همش رو نمیخونم که من استنادم به این آیاته. پیدایش 19 آیه 14 تا 18 رو میخونم و بعد آیه 26. داستان لوط رو شنیدین؟ لوط همراه عیسی مسیح، همراه ابراهیم خارج میشه از اور کلدانی. برادرزاده ابراهیم بوده و وقتی حرکت میکنن میرسن به یه جایی، حالا بعد از کارهایی که پیش اومده و میرسن یه جایی و از همدیگه جدا میشن. یکی لوط نگاه میکنه به یه جایی که خیلی سرسبز بود، سدوم و عموره، و میره سمت اون محل، چون بین کش دو تا چوپونا با هم دیگه اختلاف میاد، چوپونای ابراهیم و چوپونای اسحاق، لوط، اختلاف پیش میاد و جدا میشن از هم دیگه. بعد از اینکه حالا داستان لوط رو شنیدین که چقدر کارهای نادرستی انجام میدادن و داخل دنیا بودن و من خداوند اومد که صدای مردم رو، صدای این فساد رو دید و شنید و اومد پایین که اون شهر رو خراب بکنه. خداوند به خاطر آقای لوط اومد، دو تا فرشته خداوند رفتن و به لوط گفتن که لوط بیا از این شهر خارج بشو، خودت و دومادات. آیه 14. پس لوط بیرون رفت تا با دامادان خود که قرار بود با دخترانش ازدواج کنند سخن گوید. بدیشان گفت برخیزید و از این مکان بیرون روید، زیرا خداوند میخواهد شهر را نابود کند. اما دامادان آن را مذاهب دانستند. خیلی از ما وقتی یک هشداری میشه و دنیا داره خراب میشه، زندگی داره خراب میشه، یه نفر به ما یه چیزی میگه، از بیرون داره ما رو میبینه، برمیگردیم فکر میکنیم که داره شوخی میکنه. سپیددم آن فرشتگان لوط را شتابانده گفتند برخیز، همسر و دو دخترت را که در اینجا حاضرند برگیر، مبادا شما نیز در مکافات شهر هلاک شوید. و چون لوط درنگ میکرد، آن مردان به خاطر شفقت خداوند بر وی دست او و همسر و دو دخترش را گرفتند و او را بیرون آوردند خارج از شهر و از خارج از شهر گذاشتند. و چون ایشان را بیرون می آوردند، یکی از آن دو گفت برای حفظ جان خود بگریزید، به پشت سر منگرید و در هیچ کجا وادی مایستید، بلکه به کوهها بگریزید، مبادا هلاک شوید. شهر داره خراب میشه، اون جایی که تو هستی همه چی داره به هم میریزه. بر نگرد، حرکت کن، به گذشته بر نگرد. اما زن لوط، از این اماها باید درس بگیریم تو کتاب مقدس. اما، زیرا، بلکه، اینا رو وقتی بهش رسیدیم بگیم خب بعدش چی شد؟ این درسه برای من و شما، درس داره. اما زن لوط به پشت سر نگریست و ستونی از نمک گردید. زن لوط زمانی که به عقب برمیگرده، نمک، ستون نمک یعنی سکون. ما وقتی به گذشته خودمون برمیگردیم و داریم با گذشته خودمون بازی میکنیم، همون لحظه چی میشه؟ استوب میکنیم و گیج گذشته میشیم.
زن لوط به گذشته نگاه کرد. وقتی به گذشته نگاه کرد آینده رو ندید. مشغول گذشته بود، لذت‌های گذشته، حالا نه لذت فقط، بدبختی‌های گذشته. چی به سرم اومد، چه بدبختی سرم اومد، چه کسی به سرم آورد. به جلو نگاه نکرد و درجا زد. خیلی از ما قبول دارید وقتی به گذشته برمیگردیم یه ستونی میشیم از نمک، تکون نمیخوره، در جا میزنیم، همون جایی که هستیم میمونیم. و من اینو میخوام بگم که عیسی مسیح، هر کسی که به عیسی مسیح ایمان داره، خداوند میگه من زندگی جاودانه بهت بدم، زندگی در آرامش خواهد بود، حتی اگه وسط زندانم باشی تو آرامش خواهی بود. من آینده برات دارم، این آینده منه. یه تصویری بهت نشون میده، نمیگه چطور، همیشه یه تصویری از آینده بهت میده و میگه این تصویره، ولی تمرکز باید بکنم سر این تصویر رو، حرکت بکنم، به عقب نگاه نکنم، باید حرکت بکنم. ولی این زن به اون آزادی نگاه نکرد، به اون گذشته نگاه کرد که واو چه شهر بزرگی بود، چه ابهتی داشت، چه روزایی که نداشتیم، چه وقتایی که با همدیگه صحبت نکردیم، خوبیا و بدیا، و میمونه همونجا که بود، ستون نمک میشه. اشعیا، خداوند میخواد ما رو از اون بندا و از اون زنجیرها، همیشه اینجوریه، میخواد ما رو بکشه بیرون، ولی ما میخوایم که بمونیم تو همون گذشته خودمون، میخوایم بمونیم. اشعیا 43 18 و 19. اشعیا 43 آیات 18 و 19. اشعیا 43 داریمش. خب پس لوط، اشعیا 43 میگه، اشعیا 43 18 و 19 میگه چیزهای پیشین را دیگر به یاد میاورید و به امور قدیم میندیشید. هان اکنون من کاری تازه میکنم، هم اکنون در حال پدید آمدن است، آیا اون را تشخیص نمیدهید؟ وقتی ما تعمید میگیریم، خداوند یه کاری رو انجام میده داخل وجود همه ما. خب و یه اتفاقاتی میفته. من داخل یوشع، کتاب یوشع 3:10 میخونیم. یوشع 3:10. یوشع 3:10. یوشع 3:10. خب یوشع گفت از این خواهم دانست که خدا زنده در میان شماست. و یوشع گفت از این خواهم دانست که خدای زنده در میان شماست. او به یقین کنعانیان، هتیان، هویان، فریزیان و جرجیشیان و اموریان و یبوسیان را از پیش روی شما بیرون میبرد. ما نگاه کردن، گفتم خداوندا معنی این شهرها چیه؟ چون خداوند یک قومی رو از مصر خارج میکنه و بعد از 40 سال این قوم هنوز داخل گذشته خودشون بودن. داستان یوشع رو اینجوریه که وقتی میرسن به اون 40 سال که داخل بیابون بودن و وقتی رسیدن به اردن، حالا موسی مرد، هنوز تو گذشته خودشون بودن، هنوز داشتن کله ملق میزنن تو اون کارهای گذشته و گوشت و ماهی و سبزی هایی که میخوردن و کارهایی که در گذشته میکردن. ولی
خداوند هیچ کدوم از اونا رو به سرزمین وعده وارد نکرد. بعد از این که نگاه، من تا خیلی سالها فکر نمی کردم این اتفاق بیفته. بعد از این که یوشع قوم رو میخواست وارد بکنه، اولین کاری که کرد گفت که از اردن باید رد بشیم. اردن رودی بود که خیلی مواج بود و همیشه این رود سیلاب داشت و کسی جرئت نمی‌کرد داخل این رود شنا بکنه. خب و فقط کسانی که ایمان داشتن، ببین این رود خوش شد وقتی پاشون رو گذاشتن تو اون رود خوش شد. خیلی جالب بود برام. قبل از این که اونا وارد بشن تابوت عهد حرکت کرد و مردم اعتماد کردن و از گذشته خودشون رها شدن. اردن نشانه از گذشته من و توه که باید از این اردن باید گذشت. از این اردنی که ما داریم باید گذشت. باید گذشته رو باید رها بکنیم و حرکت بکنیم. اولین کاری که اتفاق افتاد داخل جریان بعد از اردن اومد و تمام اون اشخاصی که یوشع تمام اون افراد رو اومد ختنه کرد. ختنه نشده بودن. من فکر می‌کردم که 40 سال به هر حال به عنوان یک بنی اسرائیل تو 8 روزگی باید ختنه بشه. دیدم این 40 سالی که این قوم داخل بیابان بودن فرایض خداوند رو انجام نمیدادن و همش فکر گذشته بودن، همش فکر لذت‌های خودشون بودن که داخل اون بیابان مردن. حرکت کردن از اردن، قبول کردن کلام خداوند رو، قبول کردن، رد شدن از اردن. از اون مرحله‌ای که باید بگذرن اعتماد کردیم به خداوند و از این رود مواج حرکت می‌کنیم. ختنه رو کردن، اومدن جلوتر. خیلی جالب بود برای من، داستان اریحا رو خونده بودم ولی اریحا رو یه جور دیگه تفسیر کرده بودم. اریحا یعنی من از اریحا دیواره خیلی کلفتی داشت، خیلی چاق بود، خیلی بزرگ بود و نشانه از گناهانی هست که فکر میکنیم نمیتونیم و نمیشه ازش گذشت کرد. اصلا مگه ممکنه من تغییر بکنم؟ ولی این اریحا، دیوارای اریحایی که یه شهری داخل دیوارا ساخته شد، شهری داخل دیواراش ساخته شده بود که غیر ممکن بود به فکر آدمی که این اتفاق بیفته. خیلی جالب بود برام که وقتی 7 روز اولین کاری که اتفاق افتاد اومد دیوارهای اریحا، دیوارهای دنیای، دیوارهای نفسشون ریخته شد. بعد از اینکه 7 روز دورش چرخیدن و بعد از 7 روز 7 مرتبه با شیپور اومدن و نواختن، اون دیوارها ریخته شد. گفتم خدایا منظور چیه از این حرکت؟ فقط اطاعت. هیچ کار خاصی نکردن اون اشخاص. اگر دیوارهای اریحا ریخته شد، اگر میخوای دیوار اریحای زندگی تو، دیوارهای اریحای زندگی من ریخته بشه، تنها کارش اینه که اطاعت بکنیم از خداوند، اعتماد بکنیم به خداوند و اطاعت بکنیم. شاید غیر ممکن به نظر برسه، اون دیوارها شاید امکان داره که نریزه، ولی خداوند اون کار رو انجام خواهد داد. دیوارهای اریحای زندگی تو، اون دیوارهای بلندی که داخل زندگی تو هست، به نام خداوند ریخته خواهد شد. اول از همه باید از اردن بگذری و وقتی از اردن گذشتی به خداوند ایمان داشته باشی و اعتماد بکنی به اون چیزی که تو گفت. مگه ممکنه ما به 7 مرتبه تاب خوردن دور اون دیوار بریزه؟ این دیوار نمیریزه. بله، به چشم من و تو شاید غیر ممکنه، ولی خداوند این کار رو انجام خواهد داد و دیوارها ریخته میشه. دیوارهای اریحای زندگی من و تو ریخته میشه. آمین. این آیه رو خوندم، آیه 3 آیه 10، یوشع 3 آیه 10 میگه و یوشع گفت از این خواهیم دانست که خدای زنده در میان شماست. چطور میفهمیم که خداوند در درون من و توست؟ چطور میفهمیم که امروز خداوند در زندگی من و توست؟ از این میفهمیم که به یقین کنعانیان، هتیان، حوریان، فریزیان، جرجیشیان، اموریان و یبوسیان را از روی شما، از پیش روی شما بیرون خواهد برد. این اسامی داخل کتاب مقدس
یه معنی دارن. هر کدوم از این اسامی یک معنی دارن. خب هر کدوم از این اسامی که گفتم خب یک نمادی دارن، خب که نمادی رو تشکیل میدن. پس نیاز داریم، اول از همه من و تو نیاز داریم که اطاعت بکنیم، که هر کدوم از اینا گفتم یک نمادی داره، که نماد هر کدوم از اینا یک ترس، دو در مقابل کلام خداوند ما ایستادگی کردن، من کلام خداوند رو میشنوم ولی ایستادگی میکنم در مقابل تغییر، و نماد این که من به گذشته خودم میخوام برگردم، حرف نشنوی دارم. تمام این اقوام من میخوام بگم همیشه من وقتی نجات رو میخوام دریافت بکنم همیشه اینجوریه که گذشته من میخواد تو وجودم هنوز کار بکنه، اون اعمال گذشته من هنوز میخواد کار بکنه، ولی از این میفهمم که خداوند در زندگی شماست که اعمال گذشته شما ترس دیگه نداری، دیگه در مقابل خداوند ایستادگی نمی کنی، کلام خداوند رو ایستادگی نمی کنی. هر کدوم از این اسامی که گفتم یعنی اینکه یک معنی روحانی دارن که میفهمیم که من زندگیم تغییر خواهد کرد. وقتی مردم منو میبینن امروز دیگه اون کنعانیان تو وجود من نیست، اموریان داخل وجود من نیست، یبوسیان داخل وجود من نیستن. خب و خیلی جالبه که من دیگه دنبال گناه نیستم، در مقابل کلام خداوند دیگه ایستادگی نمی کنم، و این رم هست که من قدرت شکست گناه رو به دست خواهم آورد. امروز میتونم که قدرتش رو خواهم داشت از درون که گناه رو انجام ندم. من نگاه میکنم به شخصی که 2 سال پیش مثلا وارد کلیسا شده با کسی که امروز وارد شده، زمین تا آسمون متفاوته. اون رفتارش تفاوت پیدا کرده، اون خجالت از بین رفته، اون ترس، اون چی میگن، اون احساس حقارتی که در درونش بوده امروز نداره و امروز میتونه راحت‌تر زندگی بکنه و در آزادی خداوند زندگی بکنه. بله عزیزان، خداوند ما رو دعوت کرده که از اردن زندگی خودمون بگذریم. افسیان 4:23 و 22 و 23 میگه که افسیان 4:22 و 23 اگه داریم. خب ما قراره که از اردن بگذریم، اگه قراره که از جرجیشیان رو و کنعانیان و این چیزها داخل وجود ما نباشن و شکست بدیم، این اقوام رو داخل وجودمون شکست بدیم، باید شما آقایون که باید به لحاظ شیوه های زندگی پیشین خود آن انسان قدیم را که تحت تأثیر امیال فریبنده دستخوش فساد بود از تن به در آورید و انسان جدید را در بر بگیرید که آفریده شده است تا در پارسایی و حقیقت شبیه خدا باشد. ما امروز قراره که شبیه خداوند بشیم. پولس رسول به کلیسای افسون میگه که از شیوه زندگی پیشین خود دست بکشید و در روح و ذهن خود تازه شوید. در مسیح زندگی ما دیگر تحت تأثیر گذشته نیست. گناهان بخشیده شدند و ما به عنوان یک خلقت تازه هستیم. عیسی مسیح خودش میگه شراب تازه را در مشک‌های کهنه نمیریزند. آیه متی 9:17. این به این معنی است که اگر بخوایم خدا کار تازه‌ای را در زندگی ما شروع بکنه، باید از ظرف‌های قدیمی رو باید به دور انداخت، ذهنیت‌های قدیمی رو باید به دور انداخت و عادت‌های گذشته رو باید به دور بندازیم. البته با اطاعت از کلام خداوند. قراره که ما اطاعت بکنیم و خداوند کار بکنه. رها کردن گناه کاربردش امروز چیه؟ رها کردن گناهه. اگر گناهانی در زندگی شماست که احساس میکنی نمیتونی از اونها جدا بشی، امروز زمان آن است که آن را به پای صلیب مسیح بیاریم. بدونید که او شما را کاملا میبخشه و زندگی تازه‌ای میدهد.
رها کردن ترس و نگرانی. خیلی همون میترسیم، نگرانیم که گذشته من رو آینده من تأثیر بذاره، یا اینکه آینده من چه خواهد شد، وضعیت من چه خواهد شد، به کجا خواهم رفت. شاید گذشته شما پر از شکست ها و نگران ها بوده، اما خداوند میگه نترس، زیرا من با تو هستم. هراسم مباش، زیرا من خدای تو هستم. اشعیا آیه 41:10. ما باید قدم ایمان برداریم، ما باید با ایمان قدم برداریم، مثل بنی اسرائیل نباشیم. بنی اسرائیل داخل 40 سال داخل بیابان، با اینکه خداوند رو میشناختن، خداوند اونا رو رها کرده بود از دست دنیا مصر، ولی اونا مصری که در درونشون رو آزاد نکرده بودن، مصر داخل درونشون بود. هنوز دوست داشتن، به وعده های خداوند ایمان نداشتن، انجام میداد. بارها و بارها زندگیشون تغییر پیدا کرده بود، بارها و بارها سنگهای زیادی داخل زندگیشون بود. ما میگیم که هر وقت یعقوب یا کسی میومد و خداوند رو ملاقات میکرد، یه سنگی میذاش. امروز ما خیلی سنگها داریم داخل زندگیمون که جا پای خداونده. بارها و بارها دیدیم جا پای خداوند رو داخل زندگیمون، ولی باز هم برمیگردیم و اعتماد نمیکنیم و فکر میکنیم انجام نمیشه. به خداوند اعتماد بکنیم، ایمان داشته باشیم و خداوند غیر ممکن رو، همونطور که دیوار اریحا رو ریخت، دیوار اریحای زندگی ما رو هم از بین میبره. و خیلی جالبه، برگردیم داستان زندگی هر کدوم از ما. یه نفر بود که میخواست بره کوه و یه کوله پشتی داشت که همیشه این کوله پشتی باش بود. این کوله پشتی نمیذاشت تا یه مسیری رو میرفت و وای میساد، خسته میشد، نفسش در نمی اومد و این کوله پشتی هیچ وقت از خودش جدا نمی کرد. تا یه روزی یه مرد دانا میاد میبینش، میگه جریان تو چیه؟ چرا سالهای سال دارم میبینیم تو داری میری بالا، نصف کوه رو میری برمیگردی، این کوه که زیادم بلند نیست، چرا نمیری بالا؟ اینم بهت بگم که بالای کوه یک منظره خیلی عجیبیه، خیلی شگفت انگیزه. بیا و این کوله پشتی رو بذار پایین، بیا و این گذشتت رو بذار پایین، بیا و این زرنگ بازی تو بذار پایین، بیا و این گناهان رو بذار پایین، بیا و این منم ها رو بذار پایین، بیا به حرف من گوش بکن. اون مرد یه فکری کرد، گفت من سالهای سال با اینا زندگی کردم، با این رفتار زندگی کردم، با این ترس زندگی کردم، با این مردم زندگی کردم، با این رفاقت زندگی کردم، با این طرز برخورد با مردم رفتار کردم. مگه میشه اینا رو رها کرد و حرکت کرد؟ تصمیم گرفت و اون کوله پشتی رو کنار گذاشت. وقتی گذاشت پایین، با سرعت و سبکی و آزادی حرکت کرد و به کوه رسید. بالای کوه که رسید، واقعا دید که هیچ وقت تصورش نمی‌کرد که اینقدر بالای کوه زیبا باشه. خیلی از ما بالای کوه رو هنوز ندیدیم، هنوز تصویری از ایمان واقعی مسیحی رو نچشیدیم، هنوز اون کوهی که بالاست رو ندیدیم. همیشه حرکت کردیم، یا تو بیابون روحانی خودمون گیر افتادیم، یا اینکه تمام اون بارها رو با خودمون آوردیم، یا خوشی یا ناخوشی، یا لذت. چون بعضی موقع ما چیزهای خوبمون هم ما رو نگه می‌داره، فقط چیزهای بد نیست. بعضی موقع من فکر می‌کنم که خیلی بلدم، خیلی سر در میارم، خیلی زرنگم و من میتونم. اینا چی میگن؟ سال 2024 علم پیشرفت کرده، چه میدونم ما از یک تک سلولی به وجود اومدیم و
وقتی میگیم در مورد کلام کتاب مقدس صحبت میکنیم، میگیم ما انسانیت داریم. میگم انسانیت تو یعنی چی؟ انسانیت رو از کجا آوردی؟ میگه حالا وایسا تا بهت بگم. بعد میبینی آشفتگی داره تو زندگیش دست پا میزنه. از بیرون که نگاهش میکنی، من این داستانای واقعیه، وقتی نگاهش میکنی کل زندگیش پر آشفتگیه. وقتی باهاش صحبت میکنی فکر میکنه خیلی زرنگه و همه چیز رو بلده. یک بار که شده کوله بار خوبیات و بدیات رو، یک بار که شده کوله بار خوبی و بدیت رو بذار زمین و اعتماد کن به خداوند تا اون سبکبالی و آزادی که در خداوند رو بچشی. شاید تا به حال نچشیدی، شاید حضور خداوند رو تو زندگیت نچشیدی، شاید اومدی داخل کلیسا و با موبایلت صحبت کردی، شاید اومدی تو کلیسا و نشستی 2 دقیقه رفتی نشستی چایی تو خوردی، غذا تو خوردی و رفتی. شاید اومدی تو کلیسا و هر دم و دقیقه 1 ساعتی که توی هفته هست رو به افکار این ور و ور گذشته. ولی امروز یک کسی که چشیده یه چیز رو میخواد به تو بگه، هم بهت بگم اعتماد کن به خداوند. یک بار بشین و اعتماد کن به خداوند، ازش بخواه، بگو میخوام که با تو راه برم، میخوام با تو صحبت بکنم. و میبینیم اعتماد کردن به خداوند باعث میشه که اعتماد کردن به خداوند باعث میشه که اون چیزهای شگفت انگیز رو ببینم. خداتون برکت بده. من چیزهای دیگه هم آماده کردم و یک داستان یه زنی بود. این زن یه رابطه ای داشت، داستان واقعیه، یه رابطه داشت با یه مردی و همیشه این رابطه میخواست جدا بشه از اون مرد و همیشه خیلی اذیتش میکرد، همیشه برمیگشت، هی دم و دقیقه این ارتباط دوباره برمیگشت، نمیتونست جدا بشه، اینقدر برده شده بود با اینکه اون شخص اذیتش میکرد نمیتونست برگرده. اسم این زن اسمش الیزابت بود. یه روزی بهش گفت این جریان تو چیه؟ داستان زندگی تو چیه؟ چی شد که اومدی تو مسیحیت؟ و یه چیزی منو تغییر داد، یک جمله، یک آیه فقط منو تغییر داد. او آیه این بود، دوم قرنتینیان 5:17، اگر کسی در مسیح بماند، یک روز وقتی میگه اگر کسی در مسیح هست خلقت تازه‌ایه. هر کس در مسیح خلقت تازه‌ایه. ما در مسیح خلقت تازه‌ایم. خدای شکر به خاطر پاورپوینت. سپاسگزار خداونده. هیچ اشکال نکرد. چه اعتمادی کردیم به پاورپوینت. ای خدای من، خدای شکر، خدای شکر. بازم خدای شکر. بله، این میخوام بگم که برگردیم و از خداوند تشکر میکنم. فیلیپیان 3:12 تا 14 هم میخونم. بازم نداریم یا داریم؟ خدای شکر. فیلیپیان 3 تو عهد جدید. فیلیپیان 3 آیات 12 تا بعد از کتاب افسیان. بله، میگه فیلیپیان 3 12 تا 14 رو میخونم. میگه که نمیگویم همکنون به همه اینها دست یافتم یا کامل شدم، بلکه خود را پیش میرانم تا چیزی را به دست آورم که مسیح برای آن مرا به دست آورد. برادران، گمان نمی کنم هنوز آن را به دست آورده باشم، اما یک کار می کنم و آن اینکه آنچه در عقب است به فراموشی می سپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده برای رساندن به خط پایان می کوشم تا جایزه‌ای به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فراخوانده است. آمین. که گذشته خودمون رو رها بکنیم
و تمرکزمون با آینده خداوند باشه. مثل اون زن لوط نباشیم که اگه به گذشته خودمون برگردیم مثل یک کوه نمک میشیم و در جا میزنیم. خب و مثل بنی اسرائیل نباشیم که داخل بیابونی که داشتیم 40 سال دور خودمون چرخیدیم. پس نه مثل زن لوط، نه مثل بنی اسرائیل، بلکه گفتم داستان رو هم تعریف کردم، این خود موسی هم حسرت رفتن به اورشلیم رو داشت، اون جایی که خداوند وعده رو داده بود. پس تو گذشته خودمون نریم و تمرکزمون به کلام خداوند باشه، به جلو حرکت بکنیم. نمیدونم اینو درک میکنیم که واقعا وقتی به گذشته برمیگردیم چه احساسی به ما دست میده؟ به نظرتون وقتی به گذشته خودم نگاه میکنم و چه کارهایی که کردم، افسوس، شادی مثلا، خب خیلی خوب بود برام، خیلی عالی بود، خاطرات میاد. همون لحظه به جای اینکه حرکتم به سمت جلو باشه و تمرکزم به سمت خداوند باشه، که اون شادی که فکر میکردم شادی خیلی زیادیه، یا اون حسرتی که باید اون کار حرفو میزدم اون حرفو نزدم، باید یه چکش میزدم نزدم، چه میدونم اون حرفو باید این کار میکردم یا اون عمل رو انجام میدادم، تمرکزم رو به خداوند بدم. خیلی جاها ما داخل همین کلیسا نگاه میکنیم میگیم میایم حرکت میکنیم و گیر میافتیم، توی جایی نگه داشته میشیم. به جایی که تمرکز سر خداوند باشه، تمرکز میشه سر افراد، سر مردم، سر چه میدونم شبان، سر فلانی، و اون باعث میشه که استوب بزنم. من توصیه میکنم تمرکزمون به خداوند باشه، به هیچ کس نباشه و به خداوند اعتماد بکنیم. شاید پر از گفتیم، شاید گذشته من پر از گناه باشه، پر از شکست باشه یا خاطرات خوب باشه، ولی مهم اینه که تمرکز من باید به خداوند باشه. خداوند میخواد شادی بده که بالاتر از تصور من و توه. تصمیم بگیریم که گذشته خود رو به خداوند بسپاریم و شاید اشتباهات و حسرت‌ها و یا حتی موفقیت‌هایی که در گذشته داشتیم رو که به اونها وابسته ایم رها کنیم و به خداوند اعتماد بکنیم. او میخواهد که کار تازه‌ای داخل زندگی شما انجام دهد. پس عزیزان توصیه میکنم که مثل زن لوط به عقب نگاه نکنیم، مثل بنی اسرائیل در بیابان روحانی نمونیم، فقط مثل پولس که در این آیه خوندیم به هدف الهی که خداوند برامون آماده کرده بچسبیم و به اون نگاه بکنیم. بیا دعا بکنیم و از خداوند میخوایم که ای خداوند مهربان و بخشنده، امروز دلها و زندگی خود را به تو تقدیم میکنیم. خداوندا به ما یاد بده که چگونه زندگی گذشته را رها کنیم و به سوی آینده‌ای که تو در مسیح برایمان آماده کردی حرکت کنیم. خداوندا زنجیرهای گناه، ترس، ناامیدی را از ما بگسل و ما را برای کار تازه خداوندا، برای کار تازه خودت آماده کن. ای روح القدس ما را لمس کن، ای خداوند روح القدس ما را لمس کن و زندگیامون رو جلال ببخش خداوند، تا تو جلال پیدا بکنی. خداوند سپاسگزارتیم که با ما هستی و از ما محافظت میکنی و از ما استفاده میکنی. در نام عیسی مسیح آمین.